سلام بچه، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من شاهرخ هستم و امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید. بچه موضوع ویدیو از این قراره که خواهیم بریم به اکانت های یوتیوبرها ریاکشن بدیم، یعنی ببینیم چه اکانت هایی دارن، کدوم اکانت از همه بهتره و همین دیگه. خلاصه لایک و ساب یادتون نره. با این کارتون خیلی میتونید از من حمایت کنید. بزنید بریم سراغ ویدیو. خب بچه آیدی اول رو بزنیم. آیدی اول که میشه آیدی 1038584392 که آیدی کنسله بچه. خب کنسل لولش 71 21 و 500 لایک داره. پروفایلش هم از الیت یکم اوکیه، ولی بویاپس نه. بویاپس نهایت 5 تا دونه گرفته و شلوار هریو اینجا داره. این طرف 4 تا ست دخترونه و اسکینگانایی که اصلا هیچ کدوم لولی نیست. بعد اینجا هم اسکینگاناشو ببینیم. پی 90 لولی رو داره بچه ها، MP 40 لولی، اسکار و از همه چی عالی تر اسنایپ وان پانچ و همین دیگه. بعد ویش لیستش هم که ایناه و من به اکانت کنسل نمره 7 رو میدم، چون احساس میکنم گان لولیاش کم باشه. و بریم سراغ آیدی بعدی بچه ها. بعدی 11395995 که آیدی متعلق به حساب مموتیه، حساب جدیدشه بچه ها. و همین اول کاری 27 کی 900 یا همون 28 کی لایک داره اکانتش. لولش 74 و بویاپساشو نذاشته و همونطور که هممون میدونیم ماونتی علاقه خاصی به موز داره. هر اکانت میگیره باید موزو داشته باشه 100%. و الیت 7 بازی رو داره، الیت چرخدنده، بنر 7 سالگی و بویاپساش هم نذاشته دیگه. ویش لیستش هم که ساکورای طلایی با الیت 3 و این ست خفن چین سروریه و اسنایپ وان پانچه و اسنایپش 2 خط دمیجه. اول این کوه، بعد پی 90ش لولیه، MP 40ش واسه ناراتوه، اسکارش لولیه و MP 5ش هم اولین کوه. تا اینجا اوکی بوده اکانت محمودم و من به اکانت محمود نمره 9 میدم چون الیت قدیمی داره. و بزنید به این سراغ آیدی بعدی. آیدی بعدی میرسه به آیدی مستر وانشات که یکی از بهترین یوتیوبرها هستش و جمعش ادفرند دادیم 100% قبول نمیکنه و بریم آیدیشو چک کنیم. خب حساب مستر بچه ها همونطور که میبینید 162 کی لایک داره و لولش 82 و توی این گزینم که هیچ چیزی نداشته، تو بیوش هم که فقط مستر. و همونطور که هممون میدونیم اکانت مستر از الیت 1 به بعده. فقط اینجا 5 تا الیتو نداره که اونا رو دیگه دست خود مستر نبوده. مستر که همونطور هممون میدونیم اکانت خریده و الیت 4 و 5 و 7 و اگه اشتباه نکنم 13 و 15 14 رو نداره و الیت 1 و 2 فول داره، یکی از اصلی ترین الیتا و پرایمش 8 و اینجا اسنایپ وان پانچو داره مستر و بیشتریت گان لولی ها رو داره. دلول وان پانچ، این دبل ویکتور یخ آتیشیه و خیلی چیزای بیشتر که خیلی خفنن. و من به اکانت مستر نمره 10 از 10 میدم چون واقعا احساس میکنم یکی از بهترین اکانت ها داخل این ویدیوه
و همونطور که میدونید گیلدش اصلا عضوگیری نمیکنه، مستر گیلد خوابیده. و اینم یکی دیگه از اکانت های مستره، اکانت اصلیشه که این اکانتش هم لولش 77، 142 کی لایک داره و پروفش طلاه. از توی بویا پسا فقط این یه دونه رو نگرفته و از الیتا هم که نسبتا بیشتریت رو گرفته. و این اکانت هم پرایمش 8. همونطور که میدونید تمام گان لولی های گیم رو داره اکانت مستر این اکانتش. و ویش لیستش هم که میبینید ایناه. و به این اکانت مستر من نمره 9 از 10 میدم. و بذارید بریم سراغ آیدی بعدی. چا متعلق به آرش ایکسمونه که همونطور که میدونید معلوم از پروفایلش از الیت 5 به بعده و همونطور که میدید لولش 80، 41 و 600 لایک داره و رگنار، موبرقی، اولین کو، بندیت و این طرف هم که الیتاشو گذاشته، الیت 5، الیت 6، 7 به تعداد چیده قشنگ دیگه، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و اینجا هم که رگنار و اول این کوه موبرقی رو گذاشته. بعد اینجا پروفایل بویا پساش که کاملا طلاه و همینطور ادیتاش از الیت 5 به بعد کاملا فوله، پروف طلاه. و به اکانت آرش هم من نمره 10 از 10 میدم، واقعا اکانت خوبیه و همه جورو که دیگه پرایمش هم 8 و گان لولیاش هم که نسبتا باید بیشتریت گان لولیا رو داشته باشه، 12 13 تا اینا رو، که وودپکر، امپی ترپ، تامسون و این اسنایپ کتاب که خودم دارمش، واقعا خیلی اسنایپ خوبیه و امده اغرب و همین دیگه. ویش لیستش هم که یه نون یخ لول 90 و همونطور که گفتم نمره 10 من بهش میدم، واقعا اکانت خوبیه. بزنید بریم سراغ آیدی بعدی. به سالار هات بچه که همونطور که میبینیم فکر کنم فقط الیت ساکورا رو داره، الیت 1 بازی و گذاشته داخل بیو حساب و این یو ام پی خیلی قدیمی که واقعا یه اسکین خیلی خفن و گادیه و لول اکانت 78 و 67 کی و 800 لایک داره و همونطور که میبینید کله ساکورا، پارافال لولی و ست ناروتو رو زده و تو گیل امتی فامیلیه که واسه مموتی بودش، الان هم هستش ولی دیگه خوابیده گیلد. و توی ویش لیستش 18 لولی رو داره، این ست ناروتو، این دنسه و همینا که میبینید و اسکین اسنایپش 2 خط دمیج اول این کوه، اسکارش لولیه، تامسونش اگه اشتباه نکنم سایتیه، پیرنودش سایتیه، پارافالش هم که لولی و ایکیش هم این کو، MP5ش هم لولی است. من به اکانت سالار چون احساس میکنم فقط الیت ساکورا رو داره، نسبتا مثلا 2 الیت 2 نمیدونم 6 این 5 اینا رو نداره، نمره 8 من بهش میدم. و بذارید بریم سراغ آیدی بعدی. متعلق به امیر قاتل بچه که همونطور که میبینید لولش 81، 43 کی و 900، همون 44 که حساب کنیم ما، لایک داره، پرایمش 8 و تتو جوکر، مو دکتر، موبرقی اولین کو، رگنار، کفش یوتیوبری، ژاکت آبی، این ماسک خفنا و ست شاهزاده و اینا رو داره.
اکانت امیرم خیلی گاده بچه‌ها. بیشتر حسابایی که امیر میگیره 100% موبرقی اولین کوتت و جوکر رگنا رو 100% داره بیشتر اکانتاش که میگیره. و اینجا اسنایپ کتابو داریم ما، فوتفک لولی، تامسون لولی، دلول بنفشه، اسکار تیتان، یو ام پی اولین کو، AC 80 سایتی، بهترین AUG گیم، AUG رونالدو، AN 94 لولی، MP5 اولین کو، M10 اقرب، پارافال لولی و این مکس 7 کتاب. بقیهش هم که دیگه USB دوریت هم داره، زیاد مهم نیست. من به اکانت امیرم نمره 8 رو میدم، چون احساس میکنم الیت های قدیمی زیاد نداره. و بزنید بریم سراغ آیدی بعدی بچه. متعلق به البرز بوده، ولی الان احساس میکنم اکانتو فروخته البرز. و همونطور که میبینید اکانت قبلی البرزه، چنج سروریه. و بچه ما چون اکانت خود البرز نیست زیاد روش مانور نمیدیم و میریم سراغ اکانت بعدی. و همینطوریش هم بخوام بهش نمره بدم، همونطور که میبینید 11 که 700 لایک داره، لول 64 چنج سروریه. من نمره 7 رو بهش میدم. بریم سراغ آیدی بعدی. همونطور که میدونید اکانت حسینم از الیت 2 به بعد فول پسه و پروف طلایی کلا و خیلی اوکی حسابش. و همونطور که میبینید 110 کی لایک داره بچه‌ها، لولش 83. و تو اینجا هم الیت 2 رو داریم، هیپ هاپ، ژاکت آبی، دنس الیت 9، ست الیت 6، الیت 7، شلوارک کدی. و همونطور که میبینید بچه ها اکانت حسین هم چنج سروریه، چون این کاتانا نصفه رو داره. و بویا پسو و الیت پساش هم که همونطور که میبینید از الیت 2 رو داره، الیت 1 و 3 رو نداره، با این الیتو که کلا 3 تا الیتو نداره. و بقیهش فول پسه، حتی بویا پساش کاملا پروف طلاه. و اینکه بچه ها گان لولیاش هم فکر کنم همه لولیای گیمو داره و بیشتریتش هم مکسه. توی ویش لیستاش هم که بیشتریت چیزای ناراتوه عالیه، کرش خوردیم. نه این حقیقت نداره، این حقیقت نداره. برگشتیم کرش خوردم و توی ویش لیستش بودیم که ویش لیستش کلا ناراتوه بچه ها، حتی کاتاناه. این کاتانا هم جزو لولی ها محسوب میشه، این مشکیشه، اینم که برقیشه. و گان لولی ها هم که گفتم بیشتریتشو داره. و این مینیوزی اینکوباتر که خیلی خفنه، این تراگونه، این دبل ویکتوره. و من به اکانت حسینم نمره 10 از 10 میدم بچه ها. واقعا اکانت خیلی خوبی داره از همه لحاظ. و اینکه خیلی ممنون تا اینجای ویدیو رو دیدید بچه ها. امیدوارم من ویدیو لذت کافی رو برده باشید و لایک و ساب یادتون نره. با این کارتون خیلی میتونید از من حمایت کنید. خیلی زودتر ساب کنید که به 50 تا ساب برسیم، ایشالله واسهتون استریم بذاریم. و امیدوارم تا اینجای ویدیو از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.